وزارت کارهای داخلی کشور از بازداشت یک جوان 17 ساله زاده شهر حصار با گمان قصداً رساندن ضرر وزنی به سلامتی شخص دیگر خبر می‌دهد. با اطلاع منبع این جوان روز 9 ایولی سال روان در خانه ساکن 21 ساله شهر دوشنبه مهمان شده. ساعت‌های 7 صبح به یگان سبب صاحبخانه را زیر مشت و لغت گرفته است و با این هم قانع نشده چند کار زده است. کارمندان میلیسیا با اتهام قصدی کشتار بازداشت نمودند. تفتیشات قضیه ادامه دارد. طبق تغییراتی که پارلمان کشور اخیراً به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری اضافه نمود، برای شکستن سنگ و لوحه روی قبرها و رساندن ضرر به قبرستان و آرامگاه‌ها جوابگری پیش بینی شده است. از جمله والدان کودکانی که به سنگ بالای قبرها و آرایشات در آرامگاه‌ها نصب شده ضرر می‌رسانند به اندازه از 15 تا 20 نشان دهنده برای حساب‌ها جریمه بندی کرده می‌شوند که این مبلغ 1080 تا 1440 سومانی را تشکیل می‌دهد. اگر در طول یک سال این عمل دوباره تکرار یابد، والدان کودک از 2160 تا 2520 سومانی جریمه می‌سپارند. جنایت مذکور از جانب شخصانی از 18 ساله بالا صادر کرده شود تا 36,000 سومانی جریمه می‌شوند یا به مهلت 3 سال روانه زندان می‌گردند. خدمترسانی با صفت طبی در مرکز طبابتی یورونیزیو واقع در ناحیه دنغره. بیماری‌های مربوط به ستون مهره، چوره ستون مهره، استخوان‌دراز و علت‌های استخوان و بافته‌های بدن در این درمانگاه با استفاده از اصول‌های طب خلقی، محض مانوئالی و نقطه‌ای، محض درمانی، برق درمانی، بنکه‌های طبی و گیاه درمانی معالجه کرده می‌شوند. سالمی تمام عضوهای بدن از سالمی ستون مهره وابستگی دارد. ما بیماری‌های ستون مهره و بند بغم‌ها را با اصول محض نقطه‌ای و مانوئالی یعنی استخوان درمانی طبابت می‌کنیم. سرچشمه اصول طبابت ما طب خلقی میباشد. بعد از طبابت گرفتن در این مرکز من پورا شفا یافتم. ما با بیماری چوره ستون مهره به این مرکز طبابتی مراجعت نمودم. بعد 8 روز معالجه گرفتن در این طبابتگاه خودم را خیلی خوب حس می‌کنم. در مرکز برای مراجعت کنندگان شرایط‌های ارزنده طبابت و خوابگاه زمانوی موجود میباشد. طبیبان مرکزی طبابتی یورونیزیو در راه خدمت رسانی طبی به دردمندان تخفیف موسمی را راه اندازی نموده طبابت استخوان درمانی را برای کودکان تا 12 ساله کاملا رایگان و به شخصان کم بضاعت با 50% تخفیف به راه ماندند. پس فرصت را از دست ندهید. تلفن ها برای تماس 923 74 74. جسم و کمر خود را در طبابتگاه یورونیزیو سالم نما. در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از 1 تا 31 آگوست سال روان در پایتخت نمایش فروش لباس و لوازمات مکتبی برگزار می‌گردد. در این خصوص شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر داده است نمایشگاه همه روزه در 4 ناحیه پایتخت از ساعت 9 تا 19 برگزار گردیده تا آغاز 30 سال نو خوانش فعالیت می‌نمایند. در نمایشگاه کارخانه‌های تولیداتی و صاحبکاران وطنی به مهمانان و مزاجان در برابر لباس، اینچنین پایافزال، جوراب، لوازمات مکتبی و دیگر اشیاء ضروری را پیشنهاد می‌نمایند. سوختار در بازار مرکزی ناحیه جیهون شب 1 به 2 ایول رخ داده 401 دکان را پوره به کام آتش برد. مقامات ولایت ختلان ضرر پیشکی سوختار بازار ناحیه جیهون را حساب کرده ضرر بر اثر سوختار بازار رسیده را بیش از 14 میلیون سومانی یا 103 میلیون دلار آمریکایی اعلام کردند. طوری که قوتعلی قربانعلی زاده رهبر اداره آتش نشانی در ناحیه جیهون گفته است با صاحبکارانی که بر اثر سوختار بازار ضرر دیدند امتیاز داده می شود. از جمله تاجرانی که از بانک ها قرض دارند مهلت پرداخت قرض بانکیشان تا آغاز دیگرباره فعالیت بازداشت شده است. صاحبکاران ضرر دیده تا آغاز کارشان موقتا از پرداخت انداز نیز آغاز شدند. مقامات آتش نشانی ولایت ختلان قبلا گفته بود که 95% بازار به پررگی سوخته است. وزارت کارهای داخلی سبب سر زدن سوختار و رسش ناقل‌های برقی نامید. سال‌های اخیر سوختار در بازارها زود به عمل آمده. بر اثر چنین حادثه‌های ناخوش تاجران زیاد مفلس می‌شوند. عبدالرزاق ایگموف که همچون سراینده موسیقی استرادی امروز در سراسر جهان مشهور است با ورزشگری همسان خودش ارالی بوی قابیلوف از ازبکستان وارد رینگ شد. این مبارزه روز 6 ایول در دبی در مجمع کوکاکولا آرینا برگزار شده است. عبدالرزاق 22 سال داشته، رقیبش همگی 15 سال دارد. با وجود این ارالی از آوازخوان تاجیک در وزن و جثه بزرگتر است.
муҳорибаи ин ду ҷавони хурдсоли мусаввӣ анҷом ёфтааст. ёдовар мешавем ки абдурозиқи гамов зодаи деҳаи ғиждарави ҷамоати шинг дар кӯҳистони канорӣ шаҳри панҷакен буда. рақиби ӯ эралӣ бойқобилов фарзанди як оилаи деҳқон аз Тирмиз дар ҷануби Ӯзбекистон мебошад.